बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम व एहतराम दोस्तों अजीज़, साजनामा साफ़ा हसम आज यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल पश्तो। दोस्तان अजीज़, इम्रोज़ در بخش پروگرام های آفیس با پروگرام پاورپوینت کار میکنیم. میایم پروگرام پاورپوینت باز میکنیم. دوستان عزیز، وقتی که پروگرام پاورپوینت باز میکنیم امروی صفحه روبرو میشیم که از اینجا ما میتوانیم از بخش ریسنت پرزنتیشن های که مثلا قبلا جور شده باز کنیم و از اینجا میتونیم که بلانک پرزنتیشن بگیریم و هم میتونیم تمپلیت های یا دیزاین های جور شده را بگیریم. اولتر از همه باید ببینیم که پاورپوینت چی کار میکنه. قبلا ما شما خواندیم که ورد یکی از پروگرام های مایکروسافت آفیس است که به خاطر اپلیکیشن و داکومنتیشن استفاده میشه. یعنی ما دو کتاب تایپ میکنیم، جور میکنیم، مجله ها جور میشه، مکتوب ها تایپ میشه، جدول ها جور میشه و همین طریق اکسل ما خواندیم که دو کارهای محاسبه پیش میره. پاورپوینت به خاطر چی استفاده میشه؟ پرزنتیشن. چرا پرزنتیشن یعنی چی؟ به خاطر پرزنتیشن کار میکنیم که مثالش مثال یکی از محصلین مونوگراف خود جور میکنه، میخواد که مونوگراف به توسط اسکرین ارائه کنه به استادایی که به شروعشان میباشه. با دو صورت باید مونوگراف خود به شکل سلاید در پاورپوینت پرزنتیشن جور کنه و از کامپیوتر با پروژکتور وصل شده او را ارائه کنه که این کار پاورپوینت کرده میتونه. یا مثلا یک دفتر است، راپور ماهانه یا سالانه شانه میخواد پیشکش کنه، ارائه کنه در یک جلسه به دونر یا به کارمندای خودشان که فعالیت ها چه رقم پیش رفته، با اون صورت باید از پاورپوینت استفاده میشه و پرزنتیشن جور میشه. میایم در بخش پاورپوینت داخل میشیم، از بلانک پرزنتیشن کار میگیریم. وقتی که در صفحه پاورپوینت داخل شدیم، اول خب باید صفحه را تشریح کنیم که این صفحه است. در ورد ما صفحه داشتیم، در اکسل ما صفحه به شکل جدول داشتیم، ورد بود. در اینجا ما سلاید داریم و دیگه منوهایش هم مانند منوهای ورد و اکسل است که مثلا تایتل بار داره که اینجا پرزنتیشن هم بده، پاورپوینت و اگر فایل ثبت شوه اینجا نام همون فایل میه. اینجا در این بخش کنترل بتن داریم، کلوز، ماکسیمایز، ریستور یا مینیمایز است. اینجا کویک اکسس تول بار داریم، سیو داره، اندو، ریدو و دیگه مثلا سلاید شو است اینجا. و از اینجا باز ما میتونیم که می کماند های زیر زیاد و کم هم بسازیم. دیگه کمان تپس است، سابق خمینو بوده، آلی اینجا کمان تپس هستن که از اینجا ما میتونیم استفاده کنیم. و این بخشی که در بین دو لاین است اینجا، ایرا گروپ آف کماندز میگم. دیگه پایین باز ما استاتس بار داریم که مثلا جا وقتی که ما پرزنتیشن داشته باشیم تمام معلومات پرزنتیشن برای ما میتن و در اینجا مثلا حالت نرمالش از حالتی که مثلا و اسلاید ها رو با چندین اسلاید برای ما نشان میده. و دیگه بخش دیگه ایش که است برای ما ریدینگ ویو است که به خاطر مطالعه کردن است. این بخش که چه رقم بخوانیمش و غیر از این بخش دیگه از که از با سلاید شو است که وقتی پرزنتیشن جور شد ما میتونیم که ایرا سلاید شو کنیم که فعلا بعد برایش کار میکنه. و جایی است که مثلا سفر برای ما زوم میکنه، سفر خورد و کلان میسازه. میم در حالت نرمالش در اینجا ما چی کارا رو پیش برده میتونیم. اول خب مثلا زیاد کار ما در منوی هوم هستن که مثلا سلاید ها رو چه رقم بگیریم، سلاید ها رو چه رقم تبدیل کنیم، چی کارا رو کده میتونیم. اینجا نیو، در نیو که است مثلا ما میتونیم که مثلا سلاید ها رو بگیریم. چندین قسم سلاید داریم اینجا. مثلا اگر ما این سلاید میگیریم در اینجا ما عنوان نوشته میکنیم، در اینجا دیگه محتویاتش و در اینجا ما میتونیم که مثلا جدول بیاریم، چارت بیاریم، پیکچر، ویدیو از اینجا ما آورده میتونیم. باز چندین قسم دیگه شام هسته که مثلا ما اینجا میتونیم از این قسم اگر بگیریم در اینجا عنوان، در اینجا در یک طرف عکس باشه، در یک طرف جدول باشه، یا گیرا چارت باشه یا ویدیو باشه، با این قسم ما از اینا استفاده کرده میتونیم. باز اینجا دیگه بخشی که داریم مثلا دوپلیکیت سلاید است که مثلا چرا یک سلاید مثلا یک کاپی دیگه شو برای ما میکشه. سلاید فرام آوتلاین چیکار میکنه؟ از جواب ما میتونیم که از فایل ورد یا دیگه فایل ها ما معلوماتش به شکل سلاید در کامپیوتر در پاورپوینت داخل بسازیم. و ریوز سلاید چی میکنه؟ از این باز ما میتونیم که مثلا یک
پرزنتیشن جور شده را سیف کنیم و از او با پرزنتیشنی که فعلا جور میکنیم دیزاین بدیم یا از او چندین سلاید در اینجا اضافه بسازیم. اولتر از همه میم یک پرزنتیشن جور میکنیم، یک مثالش میتیم. بطور مثال ما اینجا یک پرزنتیشن جور میکنیم، اینجا عنوان میدیم مثلا افغان IT Institute. دیجا پایین یا آدرس میدیم یا میگیم که کی ارائه میکنم، میگیم presented by احمد. میم د صفحه دومش ایخو عنوانش شد. د صفحه دومش میم مثلا د افغان IT انستیتوت ما چی داریم، مثلا کامپیوتر پروگرام هستن. در کامپیوتر پروگرام باز چی داریم، ما میتونیم که اینجا مثلا نامایش نوشته کنیم، مثلا آفیس هست، شانزده گرافیکس دیزاین است، ویدیو ایدیتینگ است، پروگرامینگ است. باز و می قسم پیش میریم. اینجا مثلا ما در چیز که است در آفیس مدام کدام پروگرام ها را درس میتیم. اینجا می مثلا آفیس 2016 اینجا می پروگرام هایش نشته میکنیم، مثلا MS Word است، MS Excel است، MS PowerPoint است، MS Access است، MS Access Project است. باز میم در بخش گرافیک دیزاین چی داریم، میم اینجا مثلا یک سلاید میگیریم، مثلا اینجا میگیریم گرافیک دیزاین. گرافیکس دیزاین چی داریم، دیزاین مثلا اینجا فوتوشاپ است، فوتوشاپ، کورل درا، مایکرومیدیا فرش. اینجا اگر ما بخوایم که مثلا یک پیکچر هم بیاریم، میتونیم که مثلا اینجا یک پیکچر بیاریم، گیرم کار کنیم. پیکچر هم آورده میجا. بعد از او اینجا بخش دیگهش مثلا ما برش یک چی رو میگیریم. در این بخش مثلا پروگرامینگ است، ویدیو ایدیتینگ، the video editing Adobe Premiere, Corel Video editing است، کاین ماستر است. همین شکل میتونیم بگم یک تصویر چیزی را اگر ضرورت باشه یک عکس بیاریم. بعد از او میم در بخش
برای بخش پروگرامینگ هم یک چیز رو میگیریم، یک سلاید میگیریم. پروگرامینگ ما چی داریم؟ ویژوال بیسیک است و بخش دیگه سی پلاس پلاس. به همین شکل ما میتونیم که دیگه هم اضافه کنیم. اگه اینجا ما دیگه چیز می داشتیم، مثلا پروگرامینگ شد هاردویر باشه، نتورکینگ باشه، میتونیم که در سلایدهای دیگه با جزئیاتی رو نوشته کنیم. وقتی که این رقم ما یک پرزنتیشن جور کردیم و میخوایم که مثلا این را ارائه کنیم، بعد از کجا میریم؟ اینجا میریم در بخش سلاید شو. وقتی که در سلاید شو آمدیم به این شکل میاد، اسکرین ظاهر میشه و بعد از ما اگه مثلا دکمه ماوس کلیک کنیم سلاید دوم میاد. مثلا اگه اسپیس کلیک کنیم هم دیگه سلاید میاد. آروکی ها را مثلا کلیک کنیم هم دیگه سلاید میاد. به همین شکل پیش میریم، اختتام و خلاص میشه. بعد از دوستا دیجا در این منو که از خواهد ما مثلا نیو سلاید میگرفتیم. اگر مثلا ما میم از این سلاید دیپلیکیت، مثلا ما اگر از اینجا کدام سلاید کاپیش میکشیم، اینجا انتخاب کرده دیپلیکیت کلیک میکنیم، برای ما از اون یک کاپی دیگه هم میده. دیدین دوستان که دو دانه شد. و بعد از اون سلاید فرام اوتلاین خو از دیگه پروگرام های ورد میتونه که یک فایل به شکل سلاید دیگه داخل بسازیم. ریوز سلایدز ایچی میکنه؟ از اینجا باز ما میتونیم که یک پرزنتیشن دیگه که جور باشه او را دیگه داخل بسازیم. وقتی که کلیک کردیم این صفحه میاد، بعد از اون براوزر کلیک میکنیم، بعد از اون جایی که ما مثلا سلاید داریم همون سلاید را انتخاب میکنیم و بعد از اون اوپنش میکنیم. وقتی که دیگه آمد از اینجا وقتی که بالای ما رایت کلیک کنیم، اینجا میگه انزر سلاید. هر سلایدی که بکار باشه که مثلا وقتی که انزر کلیک کردیم در این صفحه ما اینجا این داخل میبینید این چپتر 3 اینمی سلاید از اونجا داخل شد. و اگه مثلا اونجا بالایش ما رایت کلیک میکنیم که بگیم انزر آل سلاید، تمام سلاید هایی که در اینجا هستن کلش برای ما در اینجا داخل بس. اگه بگیم که اپلای them to all slide، مثلا اینمی دیزاینی که همی پرزنتیشن داره که صفحهش سبز است و بعضی حرکات و دیگه چیزایی که داره، این میگیم قطعه حرکات دیزاینش دمی پرزنتیشن که ما بالاش کار میکنیم در اینجا داخل است. یا بگیم apply them to selected slide، سلایدی که انتخاب است بالای از اپلایش که اگر کلیک کنیم همون سلایدی که انتخاب است برای همون دیزاین نداد، لکن میگیم نه برای همه دیزاین بده، میگیم که apply them to all slide. وقتی که کلیک کردیم تمام سلاید های ما همون دیزاین گرفت. حالا اگر ما بیایم اینجا همین پرزنتیشن که ما جور کردیم در سلاید شو بریم، قبلا ساده بود، حالا امرایش حرکات میه. افغان آیتی انستیتیوت پیر باید احمد، هم حرکاتش هست، هم دیزاین، هم بک‌گراندش، کلش همراهش آمد. وقتی که اگه بخوایم که از این خارج شم، دکمه اسکیپ در کیبورد پرس میکنیم، از این خارج میشیم. بعد از دوستا در هیچ بخشی ما داریم لی اوت چی میکنه؟ اینمی مثلا نیو هم همی شکل داشت و لی اوت هم همی شکل داره. ما میتونیم که از لی اوت در نیو اگه باز بریم، مثلا ما یک دیزاین میگیریم کلیک میکنیم همون دیزاین، در لی اوت میتونیم که
انتخاب شده که اینجا داریم او را تغییر بدیم، او دیزاین را تغییر بدیم. مثلا این اسلاید ما میخوایم که به این شکل شود، لیاوتش میگیم به این شکل شود. میبینید دوستان این را به دیگه دیزاین تبدیل کرد. از اینجا میتونیم که همون دیزاین اسلاید ما چی کنیم تغییر بدیم. اینجا میبینید دوستان به این شکل شد. میتونیم که همراه ازی هم یک جدول چیزی را بیاریم. اینجا اگر ما بیایم اینجا میتونیم که یک جدول جور کنیم. میبینید دوستان در اینجا برای ما چی جور شد؟ یک جدول جور شد. ریست چی میکنه؟ مثلا در یک اسلایدی که اگر تغییرات آورده باشه ریست کلیک کنیم، پس همون حالت اولیش برای ما جور میکنه. مثال اینجا میم در نمی دیزاین از این یک تغییرات وارد میکنیم، مثلا بولدش میکنیم، رنگ برش میتیم. لکن حالا اگر بخوایم که میگیم نه ریست شوه، پس میم ریست کلیک میکنیم، پس به حالت اولیش میره. بخش سکشن باز چی میشه؟ میتونیم که به چندین بخش پرزنتیشن خود تقسیم کنیم. مثلا اسلایدایی که در بخش پروگرام آفیس و چیزا می جدا به و مثلا چندین بخش جدا شد. اینجا اگر ما بیایم استاد باشه ارت سکشن کلیک کنیم، سکشن میتونیم که نام هم بتین فور میتونیم که آدمی رو بالاش رایت کلیک رینیم کنیم فور سکشن. مثلا ما یک پرزنتیشن داریم که در او چندین بخش ها کار شده باشه. مثلا موضوع رقم میتونیم مثلا 5 سلایدش در یک بخش می او را یک نام بتین. مثلا وقتی که نام دادن رنیم کلیک میکنه همون نام میگیره. مثلا 5 تا دیگه در اینجا میگم اینجا هم یک سکشن بیاید ارت سکشن. اینجا مثلا نوشته میکنیم که سکند سکشن بخش دوم رنیم با می رقم به چندین بخشی را تقسیم میکنیم که بازی یک کمال داره که مثلا سلاید ها بسیار پایین رفتن، یک کلپس میکنیم جمع میکنیم به این شکل ایدیگاهش نشان میده. اگر این را میخوایم جمع کنیم این رقم جمع کردن و پس این را باز کردن میتونیم که از اینجا بازمی کار میکنه. رینیم سکشن را میشه ریموو از بین میبره، ریموو آل هم چند سکشنی که جور شده از بین میبره، کلپس آل کلش جمع کنه، اکسپاندر کلش پس باز کنه. دوستان عزیز این بود درس امروز پاورپوینت ما که هم معرفی پاورپوینت بود و هم ما در پاورپوینت یک پرزنتیشن امتحانی جور کردیم که ما چطور پرزنتیشن هم جور کردیم میتونیم چطور پرزنتیشن که قبلا جور شده او را داخل کنیم، چطور ما پرزنتیشن نو جور میکنیم از یک پرزنتیشن دیگه برش دیزاین میگیریم. این کارا را امروز کردیم. ان شاء الله درسای دیگه ش بعداً بخیر کار میکنیم سرش. درس‌ها را ببینید، تعقیب کنین، همراه دوستان دیگه شریک بسازین. اگر خوشتان آمد ویدیو را لایک کنین، چینل ما را سابسکرایب کنین. از توجهتان تشکر. روز خوش و خوشحال داشته باشین.